دکتر سلام بفرمایید. بله منم سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان و بینندگان عزیز و سلام ویژه دارم خدمت شما عزیز بزرگوار. بله خدمت شما مجدی توانمند، مجدی کاربلد، مجدی باسواد، مجدی فهیم. شما هر چی از خوبی‌های شما بگم من کم گفتم و تقدیر تشکر کنم از کارگردان برنامه، از تهیه کننده برنامه که شما رو آوردن سر این برنامه. نه تهیه کنندشون منم آوردن شما آوردن که لول این برنامه نسبت به برنامه‌های دیگه حداقل 100% رفت بالاتر. واقعا؟ بله خیلی اجراتون زیباست. کیا گفتن؟ همه میگن. دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم. بعد بفرمایید که به عنوان اولین سوال میخواین از آداب همسرداری صحبت کنین اول؟ نه از همسر چرا؟ نه همسر ببخشید درباره چیز گفتی. میخواین از آداب همسایه‌داری صحبت کنین. از کجا شروع شد؟ از آش. چی؟ آش کشک. واقعا؟ بله. یعنی چه جوری؟ من متوجه نشدم. سالگرد پدر بزرگ یکی از همسایه‌مون بود. بله. بعد این همسایه‌مون دخترش آش آورد در خونه ما. خب بعد همون شروع شد. چی شروع شد؟ آیا شما بله. به عشق در یک نگاه باور دارین؟ خب من چون تجربهش نکردم ولی نشنیدم. الان باور داشته باشین. عشق در یک نگاه. بله. خب شما درجا عاشق شدی؟ من درجا دختر دیدم عاشق شدم. بعد گرفتینش؟ نه دیگه رفتم به پدرم با یه سری مراحل بود بله. رفتم به پدر مادرم گفتم من الا بلا من این دختر آفرین پای عشق و حرفتون باشه. آره بعد گفتش که نه ما باید انتخاب کنیم. گفتم نه دیگه مثل قدیم نیست که پدر مادر رو انتخاب کنن. حتی همدیگه رو نمیدیدن قدیم، الان خیلی خوب شده. بله. بعد من گفتم که باشه. بعد اینا گفتن که حتما باید فال بگیریم. یه نیت بکنیم. یه نیت کردم بعد اومد. همه گفتن نه. خب بعد چیکار کردی؟ من گفتم که نه باید من همچنان پای عشق وایسادی. بله من چون به عشق به یک نگاه یه سوال این طرف همسایه‌تون بود دیگه درسته؟ بله خب بعد پدر دختر گفتش که فقط یه شرط داره که مثلا ما هم چی کاری بکنیم این که شما خودتو ثابت کنی. بعد شما خودتون ثابت کردید؟ نه من خودمو ثابت کردم. حالا چه جوری ثابت کردم؟ من یه روز داشتم رفته بودم نون بخرم، داشتم از نون وای می اومدم یک دفعه دیدم که مثلا پدر خانومم میشد قرار بود پدر خانوم شما بشن. بله با زنش و با دخترش هم که دوست داشتم اینا دم در پشت در مونده بودن، این کلید داخل مونده بود. درم بسته شده بود، دیوار بود 4 متر. وای 4 متر دیوار. شما به خاطر عشق مثل زورو از اون دیوار پریدین؟ نه من مثل میمون پریدم، مثل زورو نپریدم. پریدم با اینکه در باز کنم. بعد یک دیدم که بله. چی؟ بله. عروس بله رو گفت؟ نه یه صدای با اومد بعد دیگه له شد. وای چی؟ گوسفند. چرا؟ از اون بالا پریدم پایین گوسفند بود من ندیده بودم. وای گوسفندی بیچاره. گوسفند له شد و بعد اینا گفتن تو باید خسارت بدی. گفتم من رفتم در باز کنم. بازم شما خسارت دادی؟ آره من رفتم موتورم فروختم چون باید خودم ثابت می‌کردم موتورم. همچنان پای حرفتون بله من درود بر شرف شما. من واسهشون یه گوسفند خریدم. بعد گوسفند خریدم بعد گفتن گوسفند ما یه چیز دیگه بود، این چیه؟ این لاغره، این گوسفند ما این نیستش که. آره بعد گفتم خب چیکار من باید بکنم؟ گفت ببر چرا. چی؟ ببر چرا. چی چرا؟ چه گوسفند ببر چرا. گوسفند شما ببرید چرا که چاق بشه مثل اندازه گوسفند اولیه بشه. بله آره تا اینا آخه خسارتشون دیگه از من نگیر. چیکار کردی؟ بعد گفتم باشه من قول میدم که گوسفند 3 ماه ببرم چرا. 3 ماه بعد گفتم که خب من این 3 ماه میبرم چرا. بعد اینا گفتن که خب تو که داری میبری بقیه گوسفندام ببر. همه رو بردین چرا؟ من گفتم چرا. گفت به خاطر راه. آره چون راهش مثلا یه راهش خراب بود. بعد بالاخره یکی رو داشتیم می‌بردیم بقیه هم میتونستیم ببریم. بقیه هم میتونستم. بعد من 2 ماه گوسفندا رو که بردم چرا. بعد من ببخشید معذرت میخوام روم به دیوار من دعوت یه سیم گرفت. چی؟ دعوت سیم دشوری گرفتی؟ خب بعد دشوری گرفتم. بعد من خب گوسفند زیاد بودم دیگه. بعد من گفتم خب گوسفند اینجا هستن 2 تا سگم هستش پس من میام در همون رفتیم. بله بعد برگشتم دیدم گوسفند اصلا نبود. کجا رفتن؟ بعد یک دفعه دیدم 3 تا سگ لیگ اومدن دستشون اینجوری در میکنن. چرا؟ گفتم شما کجا بودی؟ گفت دبیرستان. سگا گفتم سگام رفته بودن سگام همزمان دبیرستانشون گرفته بود. بعد گوسفندا بعد دیدم همه رفتن خونه دیگه رفتن نه خونه. بعد دیدم یه چیزی واسه من اینجوری دست تکون میدن. کی بود؟ گرگا بودن. بعد دیدم گرگا دارن دست تکون میدن. من خیلی ناراحت شدم. بعد شروع کردم داد و بیداد. گفتم گرگ
بعد هم مردم اومدن گرگا رو؟ نه مردم نیومدن، مردم همونجا واسه من دست تکون میدادن خنده میکردن. گفتم گرگ چرا؟ بعد من رفتم بهش گفتم، رفتم محل گفتم شما چرا نیومدی؟ من گفتم گرگ. گفت آقا پدر بزرگت قبلا دروغ گفته بود، گفت گرگ شوخی کرده بود، ما فکر کردیم تو هم داری دروغ میگی. ببخشید معذرت میخوام یه سوال، شما نوه چوپان دروغگو هستی؟ آره من نوه‌شم. بله. من نوه بزرگتریشم. آخه ارث پدر بزرگ فکر کردن شما گرفتید. آره. معذرت میخوام ببخشید. بعد رفتم به اون مرده که قرار بود پدرخونه من بشه، بهش گفتم که جریان اینه. گفت نه این که نمیشه، ما کلی خسارت دیدیم. آخه اینجا هم باز خسارت دیدیم. آره باز چیکار گفتم کردی؟ من چیکار کنم؟ من بدبخت بشه من پول ندارم. بدبختی چیزی آره. سر یه عشق در یک نگاه. یک عشق من اعتقاد دارم بهش. بله من رفتم در خونه این مردی که قرار بود پدر زن من بشه. بالاخره شد؟ نشد. چرا؟ اما من معتقد بودم که کائنات همیشه همراه من است. بعد بهش گفتم ببخشید معذرت میخوام، کائنات اینقدر خرابکاری کردن تو زندگیت باز دوباره شما اعتقاد داشتی؟ من دوست داشتم دیگه، من دوست داشتم. بعد گفتم که من چیکار کنم؟ من بدبخت بیچاره هستم. این چیزا گفتش که تو یه راه بیشتر نداری. گفتم باز راه نشون داد به شما. آره بله دستشون درد نکنه. آره گفتش که من میخوام وام بگیرم تو باز ضامنش بشی. ایشون وام بگیرن شما ضامنش بشی. خب بعد 300 میلیون وام گرفت. بابا 300 میلیون وام بدهیاتونو دادین، گوسفندا پولشو دادین، بعد دخترشو گرفتین دیگه. آره من ضامن ندیم دخترش اون با خودم ثابت میام، ثابت نکردم. ثابت نشدی؟ نه تا الان مثلا من بیورزه بودم. بعد زمانه کردم بعد گفت تو خدمت نکردی باید بری خدمت. آره بعد من رفتم سربازی. رفتم 2 سال سربازی اومدم دیدم که اون 300 تومن نبود، اون 300 تومن شد 500 تومن. وام بر شما گرفته بود. بعد من بهش گفتم که تو چه قسط ندی؟ گفت مگه قسط من باید بدم؟ تو مگه گوسفنده ضرر نزدی؟ گفتم من که بیچاره شدم، من که بدبخت شدم فلان چیزا. گفت یه راه حل داره. باز راه حل نشون داد. آره چون کائنات من دوست داشتم. آره گفتش که آره گفتش که تو میتونی دختر منو ببری. گفت بله رو جواب داد به شما؟ بله جواب داد. آره وقتی که گفتن اشک همینجوری شوره میکرد از چشم منم بودم. چون من بهش در یک نگاه این همه سال سختی 2 سال خدمت بعد وای 2 ماه رفته بودین. آره فقط پدرخانه من گفتش که فقط یه چیزی هست، تو عروس ما یه مثلا رسمی داریم که مثلا قبل از مثلا عقد نمیتونی عروس ببینی. خب آره بعد من گفتم فداش نمیبینم، عیب نداره. دیگه بودینش دیگه. آره عقد کردم بعد میبینم. بله بعدش بعد 500 تا مهریه ریختن. خب بعد عاشقم چشش کوره. بله. من چشم کور شده بود. بعد گفتم بده عیب نداره مهری 500 600. این گفت 500 من گفتم 500 چیه؟ بزن 600 تا. بزن 600 تا سکه. آره چون دوست داشتم. بله به عشق وام داشتی. کائنات هم همینجوری منو هول میدن. گفتن که آره قبول کن. آره با سطح بالاتر بابا. با سطح بالاتر بودم. بعد هیچ آره بعد ما مثلا عقد کردیم ازدواج کردیم. بعد گفتم که عروس آوردم. بله عروسی آوردن. عروس چی شد؟ این خواهر بزرگم بود. خواهر بزرگم آخر داده به شما؟ آره حتما خود کوچیکه رو به یکی دیگه داده خواهر بزرگم. بعد گفتم این چیه؟ گفت عروسی دیگه. گفتم من اینو نمیخواستم. گفت دیگه مجبوری. عقد کردیم تموم شد رفت. آره من 3 جام دیگه تحمل کردم، بعد 3 جام دیگه نتونستم تحمل کنم. آخه حق داشتین. آره دیگه گفتم نه من این نامردیه واقعا. بعد گفتم من دیگه نمیتونم با زندگی کنم. بعد اونم گفت درک کرد. مهری هم گذاشت اجرا. مهری خودش یعنی گذاشت. آره. مهری خودش گذاشت. 600 میلیون اون و 600 تا سکه این و چیکار کردین شما؟ بعد من رفتم تو زندان. آخه آره اونجا رفتم زندان. بعد دیدم که کائنات بهم منو وجود بازم هول دادن. هول دادن. گفتن که ناراحت نباش. گفتم چی اینجوری برگشتم گفتم چی ناراحت نباش؟ شما همینجوری منو هول میدین، من اینا بده کاری بالا آوردم. کجا میافتین؟ آره بعد کائنات به من گفتن که میتونستم روبرو به شما صحبت کنم. کائنات همش از پشت هول میداده. من کجا میافتی؟ چون روبروی اگه پشت هول میدادم من عقبی میرفتم. نه هول ندادم باشم صحبت کن که چیکار کنین چیکار نکنین. نه دوست نداشتم. دوست داشتم از پشت اینجوری اومد کنم. بعد خدا رو شکر رفتم تو زندان با دوستان خیلی خوبی آشنا شدم. اونا منو گفتن که آقا ما یه شغلی داریم که وضع توپ میشه. خب وضعیتون توپ شد. خرید فروش شکر و نمک. این تو رو منو گرفتن. آخه باز چرا؟ این که کار خوبی بود. بعد گفتن که نه چیه؟ گفتم نمکه. گفت این همه نمک چیه؟ گفتم خب من خیار میخورم دوستم نمک بزنم. آره. گفت 2 تن نمکه. بعد گفتم که خب میگفتیم میخوام بفروشن نمکو. خب شاید گفتم به جرم یارو سلطان نمک منو بگیرن. اینو نگفت. من زرنگ من آره کارنات به من گفتن نه. بعد گفتن که اینا نمک نیستش، اینا چیز دیگه هستش. چی بود؟ من نمیدونم. شکر بود؟ من نمیدونم. تو من زدن انداختن تو زندان. بعد از یه مدتی خلاصه به من یه عفی خوردش. من اومدم مرخصی در. بسیار عالی.
باز تو این درویش چیکار کردی؟ این درویش من به عشق به یک نگاه، بعد اونا گفتن عیب نداره. عشق به یک باز نگاه. عاشق یکی دیگه شده آره. عشق به یک نگاه. آره. خب بعد این عطاریه به من زنگ زد. آقای عطاریه. عطاریه زنگ. گفت برنامه کارشناسی ازش میاد این چیزا. بعد گفتم آره من میام. بعد من وقتی که اومدم داخل این چیزا، بعد یه نفر رو دیدم شاد زردشتی. من تو دیدم عشق به یک نگاه اونجا دیدم و عاشق شدم. عاشق کی؟ عاشق همون که شال زرد بود. الان به کی دارین میگین اینجا تو برنامه؟ به شما دیگه. من خود من؟ بله. یعنی الان شما شال زرد نیست و این مقنعه زرده. همین فرق نمیکنه که. من الان چی به وسط برنامه همه دارن میبینن شما از ما خواستگاری میکنین رسما؟ بعد دوباره باید برگردین زندان؟ آره دیگه من 20 میلیارد بدهی دارم دیگه. یعنی شما واقعا خجالت نمیکشی؟ نه این هر این همه اومدی رفتی، من همش اینجا نشسته بودم هیچی نگفتی، بعد رفتین همه گند زدی، کائنات هورت دادن، هر کاری که تونستی کردی، هر گندی تونستی زدی، عاشق شدی، ازدواج کردی، طلاق گرفتی، مهریه بابتش رفتی زندون، گوسفند کشتی، همه کار کردی، الان اومدی خواستگاری مگه چی؟ شما الان میگی نه؟ نه که نه. صبر کن. چیه الان که بس هول میدی؟ بیا. ببین اونا کائنات نیستن تو هول میدن بدبخت. اون افکار پوسیده گندیده خودت خجالت بکش. آقای کارگردان این برنامه تموم کن، من نمیتونم. زنگ میزنی سردردی من ببره. آقای کارگردان این قسمت پخش نکنی، مردم ببینم میگن این خواستگاریش همچین آدمی بوده دیگه، آدم نرمالی نمیاد خواستگاری من. خب من دیگه چیکار کنم؟ بدبخت کردی من رفتی. حرف کائنات رو گوش نکنی، من بدبخت شدم، خودتو تلاش کنه. ببین اونا کائنات نبودن، بعد برش یه کن چیزایی دیگه. میزنی جواب بزن. برای چی گردن میافتی؟ کدوم کائناتی با آدم میگن که نمیدونم گرگ با آدم دست بلند میکنه، نمیدونم گوسفند بای بای میکنه، سگ بای بای میکنه، یه چیزی میزدی بدبخت. اون کائنات نبودن ولد میدادن، یه چیزای دیگه بود. یه چیز توهم میزنی؟ یه چیز سبز بود. آره این تو از کجا میدونی؟ سرم ببینین کی اومده خواستگاری من. به من میگفتن آدم سه نه این دهن